میلیسای ولایت سوخت از آشکار شدن باز یک جنایت کودک فروشی خبر داد. طوری اکبر شریفی سخنگوی ریاست وزارت کارهای داخلی ولایت سوخت شام 18 یونیو سال 2023 خبر داد متاسفانه با اتهام همچون اشیاء نالازم در عوض همراهی 5000 سومانی فروختن دخترچه 3 ساله مادر این کودک دلدوره خول میرزای و 33 ساله زاده نوی باباجان غفورов و موقتا ساکن شهر بوستان را دستگیر کردند. این جوانزن از ازدواج نو استوار صاحب 2 فرزند خردسال بوده، حالا باز حامله و چشم برای تولد کودک سومش بوده است. طفلی که خول میرزای و به فروش گذاشته بود فرزند دوم این زن و دخترچه 3 ساله بود که مادر میخواست او را از مهر و محبت خود محروم بسازد. عجیب آن است که فروش این کودک را در روز 2 ایون سال 2023 در زادروز این کودک معصوم مقرر کردند که در صورت عملی شدنش به تعبیر اکبر شریفی برای این کودک در زادروزش یک هدیه تقدیر شکن می‌گردید. اما کارمندان شعبه گفتگو جنایی ریاست وزارت کارهای داخلی ولایت سوخت از قبل درباره چنین معامله معلومات فوری به دست آورده روز 2 ایون در سراغه موقتی زیست دلدوره خول میرزای و در کوچه هویدالله و شهر بوستان در شرایط اداره شونده اپراتیوی این زن را بعد گرفتن 5000 سومانی از شخص مساعدت کننده یا میان رفت دستگیر کردند. دلدوره خول میرزای و ناداری و تنگ دستی را سبب دست زدن به چنین اقدام نامیده است، ولی مقامات گفتند که ناداری بهانه برای چنین کار ننگین یعنی فروختن فرزند شدن نمیتواند. پیدا کردن اصول پیشگیری از تولد غیر انتظار مشکل نیست یا حداقل استفاده از راه‌های قانونی دست کشیدن از فرزند نیز امکان پذیر است. اما خول میرزای و راه را انتخاب نمود که در برابر جنایت بودنش نفرت آور است. تاکید میکند اکبر شریفی مؤلف این گزارش. به ضد دلدوره خول میرزای و بر اساس ماده 167 پرونده جنایت گشودند ماده 167 کودکس جنایتی تاجیکستان برای سودای کودکان همچون جزا از 5 تا 8 سال زندان را پیش بینی میکند. در صورت موجود بودن برخی حالتهای وزنین جزا برای فروش آدمان میتواند تا 15 سال زندان را تشکیل بدهد.